من جسارت به پدر شما نکردم برادر من دارم میگم من اصلا خودم کم دیدم این که بیای شما سر خاک ویدیو پروژکشن بذاری مثلا قبر رو با ارتفاع 40 سانت قرار بدی. خب برام عجیبه این طنزه وگرنه خدا رحمت کنه پدر شما رو، احترام ایشون بر ما واجبه. تموم شد خدمات الان؟ نه آقا هنوز مونده. با وجود شما روح پدر شاده ها. ایشون به من گفت ساکت باش شما. ایشون به من گفت که من یه تابوت، گفتیم آقا ما یه تابوت می‌خوایم چوب بلوط باشه. گفت آقا تابوت و چوب بلوط هم واسهتون میارم. گفتیم آقا یه ماشین در شأن خانواده ما باشه، یه ماشین نشکشی که در شأن گفت آقا من لیموزین میارم. گفتیم آقا خوبه همون لیموزین رو بردار بیار. پذیرایی می‌خوایم آقا حلوایی که درست می‌کنید از عسل باشه، ژل رویال باشه. چی؟ ژل رویال. خاویار که آوردن چشتو بگیره. می‌دونی خاویار چیه؟ خاویار رو با اشپل اشتباه میگیره. آقا تخم ماهی تخم ماهی دیگه چرا تبدیل راه میشی؟ اشپل ریخته میگه خاویار واسهتون آوردم. همونه دیگه. فرق میذاری چرا بین